در ولایت‌های بلوچستان، خیبر پختونخوا و دیگر شهرهای پاکستان بیشتر از 1,000,000 نفر زندگی می‌کند که ادعا دارند تاجیک هستند ولی زیر تهاجم فرهنگ بیگانه زبان خود را از دست دادند. در نسب رسمی اکثر آنها نیز پسوند تاجیک به نظر می‌رسد. تاجیک قومی موومنت حرکتی است که ماه اپریل امسال در شهر کراچی پاکستان برای تبلیغ هویت و زبان این مردم سازمان یافت. یونس تاجیک جوان 30 ساله از شهر کویته ولایت بلوچستان که زبان فارسی را می‌داند با عضویت این سازمان جمعیتی پیوسته است. دانشجوی بخش رابطه‌های بین المللی دانشگاه کراچی است. سازمانی که یونس تاجیک عضو آن میباشد بیش از 5,000 اعضا دارد. او از پاکستان در صحبت بر رادیو آزادی گفت: 5,000 میبر است. ما بسیار زیاد شوق دارم خو همینجی تقریبا در پاکستان ما فارسی گپ میزنم، در پشتون گپ میزنم، همینجی در بلوچی گپ میزنم، در اردو گپ میزنم، همینجی میکس است. کلچر تاجیک بسیار زیاد همیشه. تاجیکان پاکستان تاجر و کشاورز هستند. اکثر تاجیکان پاکستان خود را دهقان نام میبرند. این واژه در استفاده آنها معنی اشرافزاده را دارد. عارف آخوندزاده، پژوهشگر تاجیک مقیم 400 پاکستان و مؤلف پژوهش و کتاب نو تاجیک‌های گمشده پاکستان، روز 27 ایول در صحبت کتبی بر رادیو آزادی نوشت تا عصر 15 تاجیکان در قلمرو این کشور حکومت داشتند و زبان گفتگویشان فارسی بود. در عصر 15 به گفته او در هجوم سلاله تیموریان تاجیکان زیاد کشته شدند و برخی به کوهستان فرار کردند. بعداً زیر فشار زبانشان را از دست دادند و حالا به زبان هندکا، یک زبان نزدیک به پشتو صحبت میکنند. او گفت هجوم بابور تیموری نه تنها دولتداری تاجیکان در پاکستان را از بین برد بلکه هویت آنها را هم گم کرد. بیش از 500 سال باز این مردم را چون یک قوم پشتون میشناختند، هرچند تاجیکان هیچگاه خود را پشتون نمیدانستند. بسیاری ها در شناخت هویت خود عاجز مانده بودند. تحقیق ژنتیکی نیز نشان داد که این مردم تاجیک هستند. نوشت عارف آخوندزاده. مورخ پاکستانی میگوید پس از معرفی نتیجه پژوهش بیش از 10 سالش تاجیکان بیشتر بیدار شدند. حالا تلاش میکنند در مجلس‌های محلی نماینده داشته باشند. سعدی یوسفی، تحلیلگر تاجیک که 20 سال پیش با زندگی تاجیکان پاکستان شناس شده است، میگوید با احتمال زیاد شماره تاجیکان به بیش از 2 میلیون میرسد، ولی این شماره در جمعیت 200 میلیونی این کشور یک اقلیت بسیار خرد هستند. او در یک صحبت کتبی بر رادیو آزادی نوشت در 2-3 سال اخیر آنها فعالتر شدند، حزب سیاسی دارند و در سطح بلوچستان برای حقوق خود مبارزه میبرند. پاکستان یک کشور بسیار ملت هست که در همسایگی افغانستان و هندوستان جایگیر است. اکثر تاجیکان این کشور در ولایت‌های هم مرز افغانستان زندگی می‌کنند. شماره آنها هنوز در پاکستان دقیق حساب نشده است، ولی در عموم پژوهشگران تعداد آنها را نزدیک 2 میلیون نفر می‌دانند.